درود بر همه دوستان و هموطنان گرامی. امروز با یه برنامه با موضوع توطئه علیه ایران از صفوی و جمهوری اسلامی تا مافیای فردا در خدمتتون هستم. موضوعی که بسیار اهمیت داره. از دوستان میخوام که این ویدیو رو شیر بکنن با دوستانشون که بیشتر دیده بشه که موضوع بسیار موضوع مهمیه و لازم یک سری مغالطات رو اینجا جواب بدیم، یک سری حساسیت ها رو بهشون بپردازیم، یک روند تاریخی که تا الان اومده وقت به ایران خسارت وارد کرده رو پی بگیریم، توضیح بدیم و از آغاز این ماجرا تا امروز که گرفتار چه داستانهایی هستیم. جریان توطئه علیه ایران، ببینید، بریم به اول اسلام برآمده از حجاز، از اعراب بادیه نشین و اعرابی که در مکه بودن و کسانی که اگر نگاه بکنیم همیشه یک چالشی داشتن با یهودیانی که در حجاز بودن، مسیحیانی که در حجاز بودن، اقوام دیگری. خب اونهایی که در قالب اون کاروانهای تجاری که به دمشق میرفتن، به اورشلیم میرفتن، به ایران میومدن و میدیدن که ممالک اطراف و همچنین گروههای قومی متفاوتی، گروههای مذهبی متفاوتی مثل یهودی‌ها که در حجاز زندگی میکنن، اینها بهره‌مندی اقتصادی بالایی دارن و از همون موقع یک حسرت و یک حسادتی در جریان اسلامگرا وجود داشت و یک ذهنیتی که بتوانند روزی بر این سرزمینا دست پیدا بکنن. نمونهش هم حملاتی که همیشه در اون دوره ساسانیان داشتن به داخل ایران، از دوره شاپور اول همینجوری شروع میشه میاد جلو و میبینیم که بعضی از اعرابی که مثل لخمی‌ها که در اون محدوده جنوب قلمرو ایران بودند، اونها با ایران متحد بودن و بعدن حالا به دلایلی اونها جدا شدن و اتفاقاتی که بعدن افتاد. وقتی مسلمونا قدرت گرفتن، کاری که کردن از یهودیا و از تمام کسانی که مثل اونها فکر نمی‌کردن باج و خراج گرفتن و در قالب این دین وقتی به اورشلیم رسیدن، وقتی به دمشق رسیدن، وقتی به شهرهای ایران رسیدن، به مدائن و وقتی به داخل ایران اومدن، این مسیر رو یا باج میگرفتن یا میگفتن باید بروید یا دینتون رو تغییر بدین. این کلیه رویکرد یک دینی بود که از همون اول برای دستاندازی و حکومت اومده بود و اسلام اساساً یک دینیه که اون کور مرکزیش بر قدرت و کسب جایگاه سیاسی و سیادت بر سرزمین ها، یک نگاه طمع به سایر جغرافیایی که در اطرافش بوده و همیشه اونها در حسرت این جغرافیا بودن، تونستن در پوشش اسلام در دوره ابوبکر و عمر و سایر خلفا به اون قلمرو دست پیدا بکنن. این یک مسئله کلی در قبال اسلام است. میخوام این رو بگم که مسئله فقط متمرکز بر تشیع نیست و این داستان یک ماجرای 1400 ساله برای ما ایرانی ها هست. خب این قضیه میگذره. خب ایران به اشغال جریان اسلامگرا و با اون روایاتی که در مورد حمله به ایرانی‌ها، کشتارهایی که وجود داره، ویرانی‌هایی که وجود داره شد. در یک دوره دولت صفویه که اومد برای اینکه بتونه در مقابل عثمانی بایسته، یک مذهب تشیع رو گسترش داد، از جاهای مختلف جمع کرد، یک سری آخوند رو به اختیار خودش در آورد و اونجا شبکه و نهاد روحانیت شیعه در کنار حکومت سلطانی صفوی شکل گرفت و اینجا شاه، در اصطلاح بگیم سلطان، و آخوند شیعه در کنار هم بودن. آخوند در حوزه قضاوت بر اساس شرع قضاوت میکرد، در آموزش مکتب خونه ها در دستش بود، قضاوت در مورد نظرشون در مورد خانواده، در مورد کودکان، زنان و تمام این حوزه. و آخوند بهره برداری زیادی از املاک میکرد، در قالب اقطاع بود، تیولداری که دوره قاجار هم بود، اوقاف بود، خمس، زکات و تمام این عوایدی که وجود داشت. و حتی آخوندها دخالت کردن در جنگ‌ها، فتوا میدادن
که به جنگ روسیه بریم، با اینکه وضعیت واقعی این بود که یک جنگی باعث یک جایی تموم میشد، ولی خیلی از فتواهای آخوندا در قفقاز و آسیای مرکزی در دوره قاجار باعث کوچکتر شدن ایران شدن. یعنی آخوندها برخلاف اون تصوری که وجود داره که میگن در دوره جمهوری اسلامی فقط اینجوری بوده و تشیع قبلش اینجوری نبوده، اونایی که میخوان یک روایتی همچنان تشیع رو حفظ بکنن اون شبکه‌ای که وجود داره، واقعیت اینه که در دوره قاجار و صفویه ما این مسائل رو داشتیم. در دوره صفویه اقلیت‌ها مورد هجمه قرار گرفت، اهل سنت چه ازشون کشتن چه مجبور به تغییر دینشون کردن، یهودیان، مسیحیان، زردشتیان در کرمان، اصفهان و یزد خیلی هاشون مجبور شدن کوچ بکنن. خیلی ها یعنی گزارش هایی وجود داره که از اونا کشتن، تغییر مذهب اجباری، باج و خراجی که ازشون گرفتن و وضعیتی که دولت صفویه ایجاد کرده بود. و این شیعه‌ای که ما میبینیم، این شیعه‌ای که تولید یک دستگاه حکومتی و ادامه پیدا کرده در دوره صفویه و در دوره قاجار. در دوره پهلوی، اما در دوره پهلوی این بسیار اهمیت داره. حالا قبلش مشروطه، زمانی که مشروطه شد بخشی از آخوندها اومدن در مشروطه، بخشی از اونا مقابل مشروطه ایستادن در کنار محمد علی شاه که گفتن محمد علی شاه حافظ بیضه اسلامه، یعنی کسی مثل شیخ فضلالله نوری که بعد مشروطه خواه اون رو به دار آویختن. در ادامه اون آخوندهایی هم که در مشروطه بودن اومدن مشروعه رو تحمیل کردن به مشروطه تا زمانی که میرسیم به دوره پهلوی. برخلاف تمام روایت ها، کار اساسی که حکومت پهلوی کرد اینه که اسلام رو خلع اصطلاح و خلعیت کرد. چطور؟ اومد اوقاف رو دولتی کرد، از سمتی دادگستری مدرن ایجاد کرد و دست شهر رو کوتاه کرد و دست نهاد روحانیت رو. از سمت دیگه چی کار کرد؟ اومد به جای مکتب خونه ها آموزشگاه ایجاد کرد و مدارس. کم کم، البته از قبل شروع شده بود توسط برخی از نخبگان ایرانی، ولی کم کم با حمایت دولت وقت یعنی رضا شاه بزرگ و همچنین آریا مهر فقید این روند توسعه پیدا کرد. یعنی آموزش رو از آخوند گرفتن، مالکیت رو از آخوند گرفتن، قضاوت رو از آخوند گرفتن، در حوزه خانواده و کودک و زنان اون اختیارات رو از آخوند گرفتن، در یک برهه‌ای به زنان حق آزادی، حق رأی دادن. و در اصلاحات ارضی پهلوی آمد و با اصلاحات ارضی باز یک ضربه‌ای به نهاد روحانیت زد. اونم چی بود؟ روحانیون که خیلیشون بزرگ مالک بودن و بعضیشون اصلا خانزاده بودن، خانزادهایی که بچه‌هاشون میفرستادن پیش آخونده، اونجا آخوند میشدن و اینا پیوند عمیقی بین خانها و آخوندها وجود داشت و سر اصلاحات ارضی آخوندها و خانها با هم متحد شدن و از اون سمت هم که چپها بودن و اومدن با شعار این که پهلوی ضد اسلام هست، ضد حجاب هست، ضد اومده. یعنی هر جایی شما به کسی بگید که پهلوی اومد و حق رأی به زنان داد و آخوندها پا شدن علیه این حقه زنان و بعد این یکی از دلایل انقلاب 57 بوده، شاخ در میارن. حالا شما این رو مقایسه بکنید با روایتی که در مورد پهلوی میگن پهلوی اسلام پناه بوده. ببینید دوستان، این که کسی یک اعتقادات شخصی داشته، پهلوی هم در درون جامعه ایران بوده، همه خب یه سری اعتقادات داشتن، اما اقدامی که پهلوی کرده در قالب شاه، اومده دست روحانیت شیعه رو از حکومتداری و از خیلی از حوزه‌های اجتماعی کوتاه کرده. و حالا یک سری روایت دروغ که پهلوی 56,000 تا مسجد ساخت که بعدا مشخص شد همش دروغ بود، این کاریه که یعنی به اصطلاح روشنفکرها و نخبه ها کردن در حق این کشور و این روایت های جعلی. اونهایی که میگن پهلوی اسلام پناه بوده، نگاه کنید، نهاد یعنی بحث مالکیت آخوند رو تضعیف کرد، آموزش رو از آخوند گرفت، نظارت بر خانواده، کودکان و زنان رو ازشون گرفت، قضاوت رو ازشون گرفت و حوزه‌های مختلفی که وجود داشت، دادگستری‌های جدید و اون چیزی که توضیح دادم. پس شما نمیتوانید دو تا پادشاه رو، یعنی رضا شاه و محمد رضا شاه رو اسلام پناه ببینید. این چه نوع اسلام پناهیه که خلعیت میکنه آخوند رو
و نهاد روحانیت شیعه رو و جریان شیعی رو از این که بر زندگی ایرانی ها سیادت بکنن، چه در بعد اقتصادی چه در بعد آموزشی و دیگر. آخوندها وقتی که منافع و رانتشون که از مکتب خونه ها بود، از اراضی بود، از بزرگ مالکی بود، از اوقاف بود، از جای مختلف بود، از حوزه قضاوت بود که همیشه حاکم شهر بودن، اینا وقتی پهلوی دستشون رو کوتاه کرد، آخوندها با شعارهای عوام پسند که به حجاب و همون موضوعات کشف حجاب و مسئله حق زنان و از اون جامعه مرد سالار میخواستن سوء استفاده کنن و جامعه مذهب زده یک سری حساسیت اون جامعه رو تحریک بکنن برای اینکه اون زیربنای اقتصاد سیاسی که دعوایی که با پهلوی داشتن، رانتایی که پهلوی ازشون قطع کرده بود، مالکیتایی که پهلوی ازشون گرفت از خانها و آخوندها، و پهلوی برای اولین بار ایران رو ملک ایرانیان کرد. و یعنی قبلا ایران هر کدوم دست یه خان و آخوند بود و هر کسی برای خودش سیادت خودش رو داشت. حالا شما چجوری به این میگین اسلام پناه؟ این مشخص میکنه شما بسیار در مسیر مغالطه دارین خوب جلو میرین و دارین از این که یک مبنای تئوریک قوی وجود نداره و از این که دیگران هیچگاه نیومدن پهلوی رو اونجوری که باشد روایت بکنن، شما دارین از اون سوء استفاده میکنین. در نتیجه تمام این روایت‌ها، چپا که انقلاب خودشون کردن با اسلحه و با اون اتفاقاتی که رقم زد در همکاری با اسلامیستا، همینا و فرزندانشون الان میگن پهلوی باعث انقلاب 57 شد. اگر بخوایم بگین پهلوی هم باعث انقلاب 57 شد، پهلوی با قطع کردن دست آخوندها و خانها و بسیاری از اون جریانات و چپها که بسیاری از اونا سمپات‌های شوروی بودن، بله باعث شد به قیمت اینکه حکومت خودشون رو به خطر بندازن، حتی خانواده خودشون رو، اون وضعیتی که رضا شاه براش پیش اومد، اون وضعیتی که محمد رضا شاه پیش اومد، به قیمت اینکه زندگی خودشون رو به تاراج بذارن، اومدن تلاش کردن که ایران در یک مسیر مدرن و درست قرار بگیره. و همین پهلوی بود که حمایت کرد که شعرا، کسانی که خیلی وقتا در دوره اسلامی مورد هجمه بودن، اصلا کافر خطابشون کردن، مثل خیام، مثل خیلی از افراد، مثل اون بارگاهی که مثل اون آرامگاهی که ابن سینا داره، اونی که فردوسی حکیم توس داره، تمام اینا رو پهلوی باز ایجاد کرد. یعنی پهلوی هیچ گونه روایتی نمیتونه توجیه بکنه اینکه پهلوی اسلام پناه بود. از سمتی در مقابل از این، یعنی در قرینه اون چپ هایی که این حرفا رو میزنن و اسلامیستا، یک جریانی که خودشون رو محافظه کار قلمداد میکنن و در پوشش محافظه کاری دارن، یواش یواش اون اسلام شیعی رو پوش میکنن به جلو که نه، به هر حال ما چون متحدیم با محافظه کارهای دنیا در آمریکا و فلان و ملی گرایی که در انگلیس و جای مختلف هستن، اونا اتکاشون بر مذهب و فر ایزدی شاه و این چیزا در انگلیس و در جای مختلف از مسیحیت میاد، پس ما هم باید یک دستاویزی داشته باشیم و طبیعتا باید برگرده به تشیع. خیلی از این فیلسوفا درست شده، کتاب می نویسن، تئوری برای خودشون نوشتن، اما اینا قرینه همون چپان. یعنی میخوان پهلوی رو بر اساس ذهنیت خودشون تفسیر بکنن. اون جریانی که وجود داشت، اون ملیگرایی رئالیستی که پهلوی داشت در اون موقع، میخوان هر کسی از ظن خودش داره پهلوی رو تفسیر میکنه. اما پهلوی اون چیزیه که خودش داشت نشون میداد و من مستند دارم میگم پهلوی چیکار کرد و چجوری نهاد روحانیت شیعه رو تضعیف کرد، چجوری کارهایی کرد که به قیمت این بود که ما یک شمعی برامون روشن بشه که مسیر رو ببینیم، اما از این ور خودشون آسیب دیدن که تا همین الان هم میبینیم آسیبش هست، هنوز این وضعیت ادامه داره. داستانی که وجود داره این است که این جریان آمدن و در قالب شورش علیه دستاوردهایی که پهلوی داشت در سال 57 کشور رو دادن دست جمهوری اسلامی، و جمهوری اسلامی هم که کشت و غارت کرد و کشور رو به ملک شخصی آخوندها و پاسدارا تبدیل کرد. در ادامه در سال 88 وقتی دیدن یک خیز عمومی وجود داره
که جمهوری اسلامی رو خیلی نشونه گرفتن. البته در اون مدیا هیچ وقت شعارهای واقعی مردم گفته نشد، همش از میرحسین و یا حسین و از این داستانا گفت، ولی بخشی از جامعه دستگاه امنیتی متوجه شد که چی میخوان، یعنی جمهوری اسلامی رو نمیخواهند. از اون موقع سپاه تصفیه شد، سردارا رو تصفیه کردن، بسیج حالت آخر زمانی پیدا کرد، حلقه‌های صالحین درست کردن، کلاس‌های مهدویت درست کردن و یک لشکر زامبی داعشی درست کردن که کف خیابون می‌بینیم در 18 و 19 دی ماه چه قتل عامی راه انداختن. سناریو این هست که یعنی 3 تا سناریو در زمانی جمهوری اسلامی به بحران خورده شکل گرفت. سناریوی اول این که هسته سخت این تصفیه‌ها رو انجام داد و الان هم داره مقاومت میکنه که بماند از این جنگ جون سالم به در ببره و همچنان اون تمدن اسلامی و مهندسی فرهنگی و تغییر متون درسی و دست بردن در کل فرهنگ ایرانی و نابود کردن آخرین بارقه‌های امید فرهنگ و تمدن ایرانی بتونن یک الگوی تمدن اسلامی رو طراحی بکنن. اسنادش هم نوشتن، دارن روش کار میکنن. اینترنت ملی بخشی از اون پروژه است، سلاح هسته‌ای بخشی از اون پروژه است و این یک سناریو. سناریوی دوم، کسانی مثل حسن روحانی، حسن خمینی و محمد باقر قالیباف، یعنی اصلاح طلبان و سرداران تکنوکرات در مرحله یعنی که اگر در جریان جنگ، که البته این جنگ رو جمهوری اسلامی و همه عواملش از قبل میدونستن، این که اگر هسته سخت در هم شکست ما بتونیم قدرت رو در دست بگیریم. ویژگی اون هم اینه که مردم به هیچ چیزی دسترسی پیدا نکنن و نتونن تبادل قدرت بکنن و توازن خشونت بکنن با جمهوری اسلامی، که در این خلا اینا بتونن با غرب معامله بکنن در یک زمانی. و این هم سناریوی دومشونه. اما سناریوی سقوط که بسیار مهم هست، سناریوی سقوط، این سناریوی سقوط خودش جنبه‌های مختلفی داره. بعضیا متوجه شدن که جمهوری اسلامی میرود و این قضایا جواب نمیده، در نتیجه اومدن شروع کردن به صادر کردن یک سری افراد به بیرون، جریانات اقتصادی که اومدن در کانادا، آمریکا و اروپا و جاهای مختلف، جریان مذهبی که اومدن یک تفسیرهای وارونه‌ای ایجاد کردن و گفتن که شیعان نیست که جریان منحرف خمینی میگه، که قبلا دوره قاجار و صفوی هم توضیح دادم که شیعه به چه شکل بوده. من نمیدونم اینا از کدوم شیعه صحبت میکنن. در همه جاها هم هستن، جمهوری خواه، پادشاهی خواه، مشروطه خواه، در همه ابعاد اینا هستن و یعنی یک شبکه مذهبی داره همینجوری یک پیله‌ای رو ایجاد میکنه که حلقه های امنیتی و مافیای اقتصادی هم بهش وصلن. یعنی 3 جریان در این سناریو وجود داره: حلقه های امنیتی، مافیای اقتصادی و شبکه ایدئولوژیکی که اینا رو یه جوری به هم وصل میکنه و قرار یک ایده رو جلو ببرن. ایده چیه؟ یک، اون بحث بازیابی جریان اسلامگرا در دراز مدت و تکرار ماجرای ترکیه اسلامگرا. از یه دوره‌ای وقتی اون شورش 57 در ایران شد، دولت ترکیه ترسید که نکنه اونجا هم انقلاب بشه. یه سری اتفاقات در ترکیه افتاد. اینا اومدن یواش یواش در دوره تورگوت اوزال، نخست وزیر ترکیه، یه سری مجوز به انجمن‌های اسلامی دادن. یواش یواش اینا رشد کردن. سال 1995 نجم الدین اربکان اومد نخست وزیر شد، یه آدم اسلامگرای افراطی، و بعداً ارتشون رو کنار زد. باز در 2001 و 2002 سر کله اردوغان و حزب AKP یا همون عدالت توسعه پیدا شد. یعنی ما این تجربه رو داریم، یه تجربه در جهان اسلام، یه تجربه هم داریم در شوروی که اولیگارشا و حلقه‌های امنیتی با هم هماهنگ شدن. وقتی شوروی سقوط کرد، اینا پوتینیسم و اون مدودوف و اینا سر برآوردن. اولیگارشای اقتصادی در کنار این حلقه امنیتی که از دل KGB بیرون اومده بود. حالا اینها هم تلاششون در این مسیره، یعنی یه ترکیبی از الگوی ترکی و روسی رو میخوان بذارن جلوی ایرانی و ایرانی همون رو باید میل بکنه و گزینه دیگری نداشته باشه. یکی هم قبضه نمودن پول و اسلحه و تسخیر ذهنیت جامعه با سوء استفاده از NGO، احزاب و تشکل‌ها و خزش گام به گام تا کرسی قدرت. یعنی اون آدمایی که دیروز دزد بودن، امروز دزدان دیروز رو
امروز قرار سرمایه‌داران آینده ما باشن، یعنی از اروپا و از آمریکا هرچی دزدیدن یواش یواش اون پوشش امنیتی ایدئولوژیک براشون ایجاد بشه، عادی سازی بشه و اینا وارد بشن و بشن سرمایه‌داران آینده. اینا پولشون رو کجا میارن؟ خب شما تو آمریکا احزاب حمایت میشن، پول بهشون تزریق میشه برای انتخابات. اینم ظاهرا کار بدی نیست، اما ثروتی که از تولید نیومده و از غارت ایران و از راندخاری ناشی از 47 سال حاکمیت رژیم اسلامی در ایران بوده، خب این پول مشخص از کجا اومده، ولی این سرچشمه گم میشه و اونها با این پولهای بادآورده و غارتی که از سفره مردم ایران کردن 47 سال، اینا با اون پولا برمیگردن یه عده‌ام که داخلن. حتی تعجب نکنید بابک زنجانی، حالا نه اون ولی امثال اون، بیان و این پولا رو تزریق بکنن. شما تصور کنید یه پارلمان و اینا در همه شهرها پول بپاشن و هولشون بدن برن توی پارلمان، مخصوصا این که تمرکز زیادی روی مجلس مؤسسان دارن و اگر اینا بتونن اون مجلس مؤسسان رو در دست بگیرن، قانون اساسی رو هم نگارش میکنن و پس از اون در پارلمان‌های بعدی قوانین دیگر رو هم اصلاح و تغییر میدن یا قوانین جدید نگارش میشه. و شما وقتی قانونت رو یک مافیا بنویسه، مشخصه دیگه نه شفافیتی وجود داره، نه پاسخگویی وجود داره، نه دموکراسی به اون شکل است. اولیگارشا شکل میگیرن، مافیای اقتصادی بین حلقه امنیتی و اون شبکه اسلامی قرار میگیره، سکولاریسمی شکل نمیگیره به اون شکل، سختگیری وجود نداره و زمینه فراهم میشه بعد یکی دو دهه اینا از اون پیله بزنن بیرون و شد آن چیزی که در ترکیه است و شد آن چیزی که در روسیه هست. حتی اینا جلوتر هم میرن، اون دستگاه امنیتی وقتی حیات خلوت ایجاد بشه، کسی هم خیلی مخالفشون باشه شاید اصلا حذف فیزیکیش بکنن. نمونهش رو در روسیه دیدیم. این یک کلیتیه که در قبال این جریان وجود داره و این جریان از اول، از همون موقعی که وارد ایران شده، به روش‌های مختلف خودش رو حفظ کرده. در سال 57 جریان چپ، جریان اسلامگرا و اون کینه‌ای که نسبت به پهلوی بین خیلی‌ها وجود داشت، حالا که دستشون رو قطع کرده بود از اون منابع ملی و این همه چیز عمومی شده بود، یعنی میگم که در دوره پهلوی اولین بار ایرانی‌ها واقعا مالک ایران شدن، اینا در اون دوره خب بازیگران خارجی هم دیدن زمینه فراهمه و اون اتفاق افتاد که پهلوی سقوط کرد و افتاد، یعنی به قیمت این که یک کاری برای ایران بکنه پهلوی به اون وضعیت دچار شد. حالا ببینید چجوری پهلوی رو جوری دارن معرفی میکنن که بتونن بر اساس اون مغالطه‌ای که در معرفی پهلوی دارن بتونن یک توجیهی بکنن که ما بله ما در آینده همونجوری پهلوی قبلا اسلام پناه بوده، ما هم الان میخوایم با همون روش ادامه بدیم و مبنای این محافظه‌کاری قراره که حالا شیعه فرهنگی باشه یا هر چیزی که میخوان اسمشو بزنن. 1000 تا تئوری درست کردن و کلی کتاب‌های غامض با ادبیاتی که پیچوندن که گویا عوام باید متوجه نشن که این نتیجه رو بهش برسن که بله همچنان ما نیاز به یک خدایی داریم، همچنان ما نیاز به معنویت داریم و اون معنویت چیه؟ خب طبیعتاً اکثریت شیعن، این چیزی که اینا روایت میکنن و تمام این خونهایی که داره ریخته میشه در سالهای مختلف ریخته شده، چون یک تئوری قوی پشت از اینا حمایت نمیکنه، چون یک تئوری که محورش ایران باشه از اونها حمایت نمیکنه، چون همه چی صادراتی، همه چی تحمیلی بوده در طول تاریخ به ما و یک بار فقط پهلوی ایستاده و پهلوی رو هم دارن به نحوی تفسیر میکنن که یک نتیجه گیری مورد نظر خودشون رو داشته باشن، در نتیجه دارن خودشون رو آماده میکنن برای سناریوی سقوط اون کسانی که هستن. و این یک کلیتیه که در مورد این جریانات وجود داره، در مورد مسیری که بوده، در مورد مغالطه هایی که صورت گرفته است، چیزی که من کوتاه بهش اشاره کردم که مبنای خیلی از توضیحات در آینده میتونه باشه و بهش مفصل خواهیم پرداخت. و امروز کسانی که کوچکترین واکنشی به شیعه و اسلام اینا نشون میدن، سریع در قالب این که مسلمان ها حق دارن، شیعیان حق دارن حمله میکنن و جالب اینه که کسانی که در داخلن و معلوم نیست دومشون به کدوم دستگاه امنیتی وصله، قشنگ میان پشت دست اینا بازی میکنن
و این خیلی جالبه که چطور اینا به هم وصل میشن، پشت دست هم دیگه بازی میکنن، تخریب میکنن، یک شخصیتی رو به حاشیه میرونن و بهش حمله میکنن و این روش قشنگ از همین الان این چرخشی که بین این مافیا و این سیستم امنیتی وجود داره به خوبی داره برای اینها کار میکنه و این مسئله‌ای که ما باید دیگران و همه رو ازش حذر بدیم و آگاهی بدیم و بدونیم که با چه جریانی ما مواجه هستیم، جریانی که تمام این تاریخ ویرانی که بر ایران است با شعبده بازی کامل، با جادوگری و چشم‌بندی و فریب و مغالطه در صدد اینه که کل این تاریخ به شکل دیگری روایت بشه. یعنی شما از صفوی میتونید بگذرید، از قاجار میتونید بگذرید، از جمهوری اسلامی میتونید بگذرید و از اسلامی که پیش از صفویه بوده که اصلا روشش مشخص بوده چی بوده و همچین وضعیتی و این جریان دارن ازش حمایت میکنن. بله، محافظه کاری در صورتی که حافظ میراث تمدنی ما باشه، به میراث تمدنی ما ارج بذاره و از دلش یک رادیکالیزمی، یک جریان خفته اسلامی شیعی بیرون نزنه، اون محافظه کاری خوبه. اما چه اصراری بر این هست که همچنان شیعه رو بیخ ریش ملت ببندین، این رو دیگه جای سوال دارد. یک کشوری که در وضعیتی قرار داره تجربه یک کشور اسلامگرا مثل ترکیه هست، تجربه روسیه هست، در آینده ایران نیاز به نیروی کار داره، از کشورهای دیگه مهاجر میاد و میدونیم که سکولاریزمی که به این وضعیت وجود داره برای مسیحیتی بوده که این مسیحیت اخته شده و از قبل هم مسیحیت زمانی که وارد اروپا شد امپراتور روم مسیحیت رو پذیرفت و این مسیحیت رو گسترش داد. خیلی از آیین میترایی با این مسیحیت قاطی شدن، در مسیحیت موندن و مسیحیتی که در اروپا قابل مقایسه با مسیحیتی که در اتیوپی و جای دیگر هست نیست. اما اسلام با شمشیر اومده و ما رو مسلمان کرده و تازه همون مسیحیت رو هم در یه دوره‌ای در جریان رنسانس، در جریان روشنگری ها، در جریان اصلاحات دینی که وجود داشت، پروتستانیسم، اومدن این رو رسما اخته کردن. اما اسلام که از همون اول با مسیحیت متفاوت بوده، شیوه ورودش به ایران به اون شکل بوده و هیچ وقت هم اخته نشده و یک دین کاملا آفندی و تهاجمیه و همچنان در پی اینه که بتونه شریعت رو هر جایی حاکم بکنه. میبینیم که سکولاریسم غرب الان به بحران خورده در قبال اسلام، نمیدونه چجوری هم حقوق مسلمان‌ها رو حفظ بکنه که باید حقوق هر انسانی خارج از دین و مذهبش بهش احترام گذاشته بشه، همین پدیده‌ای که اینجوری خزنده تهدید میکنه با اونو کنترل بکنه. واقعیتش اینه که سکولاریسم برای مسیحیت ایجاد شده و ما به نسخه‌های بومی و سختگیرتر و جدیتر نیاز داریم. حالا شما فرض کنید فردا همین بحث مهاجرت در ایران باشه، چه نگاهی و چه دستورالعملی و چه نوع سکولاریسمی میتواند کمک به ما بکنه که باز دچار بحرانی که در اروپا هست نشیم و چطور میتونیم جلوی این رو بگیریم که باز جریانات اسلامگرایی و این شبکه‌هایی که عرض کردم، این مافیای اقتصادی، حلقه‌های امنیتی به هم نپیوندن و به اون نقطه برسیم. باید هوشیار باشیم. عدالتی که باید اجرا بشه اینه که تمام این مفسدین اقتصادی باید بیان حساب پس بدن در دادگاه. حلقه‌های امنیتی که مسئول کشتار مردم بودن و فرماندهی کشتار، قبل از این که بیان خودشونو جا بزنن به عنوان بخشی از بدنه حکومت آینده، مورد بازخواست قرار بگیرن و این جریان مذهبی هم خوب شناسایی بشه و بر اساس وضعیتی که در کشور ما هست یک گونه جدایی بین دین و امر سیاسی باشه، نه فقط حکومت، یعنی همه شؤون سیاسی. شما یک NGO، یک انجمن، یک حزب وقتی سویه‌های اسلامگرایی داشته باشه، خب خیلی از اینا کمک میکنن به اون جریان اسلامگرایی که جوامع محلی، جوامع مختلف رو تحت تاثیر قرار بدن، اسلامگرایی رو رشد بدن و از اون سمت بعضی از احزاب هم اگر ارتباطی داشته باشن که قانون جلوی اونها رو از قبل نگرفته باشه که مانع این نشه که این امر سیاسی و این مسئله دین از هم جدا بشه، خب اینا باز
برگشت پذیره، مخصوصا اسلامی که اصلا دست نخورده مونده، تازه رادیکالیزه تر شده در قرن 20 و 21. میبینیم که القاعده، النصره، داعش، بوکو حرام، جمهوری اسلامی، طالبان، سپاه صحابه، دیوبندی ها، نمیدونم جریان سروری که از دل اخوان المسلمین اومده، خود اخوان المسلمین که در قرن 20 بوده و الان 21 این فرم داعشیش میاد. و تمام اینها رو ما باید در ظرف جغرافیای خودمون ببینیم. خب نگاهی که ما باید داشته باشیم به این که این مثلث شومی که حلقه‌های امنیتی و مافیای اقتصادی و این شبکه شیعی داره که همش داره توجیه میکنه که مشروعیت شاه رو بر اساس اون بذاره، که اصرار بر این داره که نه ما جامعهمون نیاز داره به یک محافظه‌کاری. بله خب نیاز داره، ولی چرا مبتنی بر شیعه‌ای که همچنان داره قتل و کشتار میکنه در کف خیابون‌های ایران، و این شیعه‌ای که تا الان هیچ جریان اصلاح دینی در درونش صورت نگرفته، یک نسخه‌ای که پیاده شده باشه و خیرش به جامعه رسیده باشه. پروتستانیسم در اروپا اثراتی داشت، شیعه کی اصلاح دینی درش صورت گرفته؟ اما عبدالکریم سروش و دیگران که الان هم باز بستن به ریش جمهوری اسلامی و در همین جبهه رادیکال ترین و خونخوار ترین رژیمی که میتونست از دل شیعه بیاد بیرون کنار اون ایستادن. چه توجیهی برای این وجود داره و چطور میشه تضمین داد یک دینی که از اون مرحله اصلاح نگذشته بشه مبنای مشروعیت یک دستگاهی یا مبنای الهام روانی و معنایی جامعه؟ این چیزی که لازم بود من بهش اشاره بکنم ویدیو در همین حد، ولی خب بعداً میتونیم باز بیشتر به این مسائل بپردازیم. اگر احساس میکنید که ضرورت داره بیشتر این مسائل رو باز بکنیم و بهش بپردازیم، حتما در قالب کامنت و حالا پیامایی که به دایرکت من میفرستین این رو میتونید حالا در میون بذارید، سوالی هست و چیزی که وجود داره. اما این رو بدونیم که ما میدونیم که بعضی از جریان‌ها چجوری مسیرشون داره جلو میره. ما دچار کمبود فهم در قبال اونا نیستیم. این که حالا شما به چه شکلی حالا رانتایی دارید تا پاتون از ایران میذارید بیرون، به کجاها وصل میشید و سریع یک قدرتی کسب میکنید، یا اونایی که در داخلن راست دارن میچرخن، جوونا دارن اعدام میشن ولی اینا تئوریاشون رو دارن میپردازن. جای سواله که چطور اینا هیچ زاویه‌ای با جمهوری اسلامی ندارن که اینا مورد مؤاخذه قرار بگیرن. برامون جالبه این همه 10,000 ایرانی قتل عام شد ولی اینا همچنان با اینترنت و دسترسی بالا دارن در همه فضای مجازی جولون میدن و پشت دست همین جریانی که بیرون هستن بازی میکنن و این خیلی برای من جالب هست. اول بیان به این مسائل جواب بدن، بعد برن به حالا نظریاتشون بپردازن. بسیار سپاسگزارم دوستان. تا برنامه بعد، پاینده ایران. بدرود.